یه موضوعی که داشتم امروز بهش فکر میکردم این بود که وقتی به گذشتم نگاه میکنم میبینم که من خیلی آدم مولتی تسکی نیستم، یعنی نمیتونم همزمان چند تا کار رو با هم انجام بدم. البته این ضعف نیست، یه خاصیته، به خاطر اینکه شاید ربط داره به اینکه آدم کمال طلبی هستم. دوست دارم هر کاری که انجام میدم به بهترین نحو انجام بدم، به خاطر همین اینقدر تمرکزم روی اون کار زیاد میشه که نمیتونم همزمان چند تا کار رو انجام بدم. خب این یه بدی هایی هم میتونه داشته باشه توی جامعهمون، توی انتخاب شغلمون، تو شرایطی که با هم بررسی میکنیم. شاید یه خورده دیر متوجه بشم که باید تغییر ایجاد کنم، شاید یه خورده دیر متوجه بشم که شرایط به شکلیه که میتونم راه جدید رو امتحان کنم یا باید راهمو عوض کنم. نمیدونم برای شما تا حالا این شرایط پیش اومده یا نه. ما تنها راهی که با هم دیگه میتونیم تبادل اطلاعات و نظر بکنیم و نظرات شما رو بخونم توی کامنت هاست. میتونید توی کامنت بنویسی برام که تو هم همچین حسی رو داری. آیا فکر میکنی به این که فقط یه کار رو میتونی انجام بدی و نمیتونی همزمان چند تا کار رو با هم دیگه انجام بدی؟ حالا ریشش رو میریم توی در واقع تریدمون هم پیدا میکنیم. البته این نمیتونه بد باشه برای ترید کردن، به خاطر اینکه تأثیری نداره که حالا مولتی تاسک باشی یا نباشی روی ترید. وقتی مولتی تاسک بودن توی ترید کردن باعث بیش فعالی میشه، اینکه هی بخوای از این استراتژی بپری روی استراتژی دیگه، همزمان بخوای حواست به چند تا کار باشه، بعد یه کار رو نخوای انجام بدی، شاید این بدی هم داشته باشه. دوست داشتم بدونید و دوست داشتم من هم بدونم، تو کامنت ها بنویسین که بدونم که شما هم این شکل هست درونتون یا نه. حالا وقت زیاده برای صحبت کردم، بریم سراغ چارت. دیروز شرایطی که تعیین کردم برای چارت، انتظاراتی که داشتم اتفاق نیفتاد، یورو نرسید، طلا نیومد پایین، مستقیم رفت بالا. اما آیا ترید نکردم؟ چرا ترید کردم؟ به خاطر اینکه ما تحلیل میکنیم، اما بازار وقتی که با شرایط تحلیل ما تو اون لحظه همخونی نداشته باشه، ما با شرایط حال حاضر در اون لحظه بازار سعی میکنیم خودمون رو وقف بدیم و سعی کنیم که معاملاتی رو بگیریم منو به ستاپمون. حالا میریم روی بازار، بیشتر توضیح میدم براتون. بریم روی چارت. خب این چارت یورو به یو اس سی دیروز در مورد این مطلب صحبت کردم. بذار من یه لحظه تصویرم خیلی احساس میکنم بزرگه روی چارت، تصویرم کوچیک‌تر بکنم، بعد نورم عوض کنم. بریم روی چارت. دیروز من در مورد این ناحیه صحبت کردم. قیمت اینجاها بود، یعنی هولوش 1.17 اینا بود. انتظار داشتم که یا خودش رو برسونه به همین سطح یا بیاد نقدینگی زیر اون سطح رو بگیره، از اینجا حرکت رو به بالا داشته باشیم. اما خب انقدر شتاب حرکت زیاد بود که این اتفاق نیفتاد. اگه بخوام بریم 4 اول بذارم 4 ساعته، بیاد که دو تا نکته است اونجا بهتون بگم. بذار من اینم خاموش کنم رو چارت هم. این خطا میدونین که چیه بچه‌ها؟ ببین اینا سشن بریکس، یعنی روزها رو جدا میکنه. یعنی شما اگر بیاین توی تریدینگ ویو قسمت ستینگ ایونت رو بزنید و سشن بریکس رو روشن بکنید، هر روز معاملاتی رو براتون جدا میکنه. تو تایم 15 دقیقه اینا خوبه که بدونین دیروز چی شده، راحت‌تر میتونید سقف و کف روز گذشته‌تون رو مشخص کنید. خب ما اینجا حرکت صعودیمون رو به بالا داشتیم و توی 4 ساعته یه محدوده ما این بالا داریم. برای من محدوده مهمی میتونه باشه. دلیل داره. دلیلش اینه که قیمت، خیلی ساده بخوایم در موردش صحبت بکنیم، تو مسیر صعودی که بوده و بعد حرکت رو به پایین انجام داده، توی این مسیر صعودیش آخرین کف معتبر ما که این کف میتونه باشه که منجر به شکست این سطح شده، کف مهمی هم بوده که حالا اینکه چرا مهم بوده یه خورده شاید در این مقال نمی گنجه در موردش صحبت بکنیم. این کف رو ما به واسطه شروع این موج جنبشی که از این سرمنشأش اینجا بوده داشتیم. حالا این موج رو بعدها میتونیم کوچیک‌ترش بکنیم، مثلا بگیم یه خورده بهینه‌ترش بکنیم. بعدن این کار رو شما توی تایم فریم پایین‌تر میتونید انجام بدید. این موج کجاست؟ 1.179 تا 1.182 محدوده این کف توی 4 ساعت، این سقف توی 4 ساعت است. ما هم این سطح رو داریم، هم خود این سطحی که پایین ترش هست. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم این دوتا سطح رو مشخص بکنیم به عنوان سطوحی که حرکت
در واقع اصلی جنبشی نزولی ما از اونا اتفاق افتاده، همین سقف هم این سقف. پس من این دوتا رو نگه میدارم روی چارتم. سقف باینی چیه؟ 1.175 تا 1.177 78. آیا اینا قراره جلوی قیمت رو بگیرن؟ مسلما نه، ولی میتونن نقطه اصلاحی توی 4 ساعته باشن که حالا توی 15 دقیقه نقاط برگشتی مهمی برای ما میشن. اما وقتی که به گذشته نگاه بکنیم میبینیم کل این لگی که حرکت کرده یه لگ صعودی بوده و این حرکت نتونسته بیاد این لگ صعودی رو به زیر بشکنه. بنابراین ما اینجا نقاط اصلاحی یا نقاط توقف موقت داریم روی چارت یورو. پس اینجا رو داریم برای اینکه بخوایم قیمت رو حالا شاهدش باشیم، بریم تو تایم 15 دقیقه ببینیم چه اتفاقی افتاده. خب این ریزشی که دارم اینجا میبینم، من دارم ریزش اصلاحی اینجا میبینم. پس بنابراین این ریزش جنبشی نیست، اصلاح اتفاق داره میفته. پس ما سشن لندنمون رو فعلا داریم اصلاحی میبینیم. اوکی. حالا اینکه شما خلاف جهت روند ترید میکنید یا نه نمیدونم، اما اگه بخوایم خلاف جهت هم نگاه بکنیم، سشن آسیا که احتمالاً کاری رو انجام ندادید، حالا میخوایم بیایم سشن لندن رو با هم دیگه بررسی بکنیم. ما یک کف مهم دیگه توی این روند صعودیمون داشتیم، الان اون کف هم شکسته شده. خب اگر که با شکست این کف بخوایم منشأ این حرکت رو پیدا بکنیم، یه بخش قضیه است. حرکت دومی که اتفاق افتاده شکست اینه. بچه‌ها این ویدیوهامون اگه یه وقت طولانی میشه، من تلاشم اینه که جدا از تحلیل کردن یه خورده در مورد پیدا کردن روندا، سطوح، اینا هم صحبت بکنم. کمک میکنه فکر می‌کنم بهتون. حتی اگر دید من رو دوست ندارید، میتونه بهتون به دید خودتون با استراتژی ستاپی که بلد هستین بهتون کمک بکنه که چارت رو چطور ببینیم. ما الان سطوح رو داریم مشخص میکنیم. این هم سطح مهمی بوده که با قدرت توی سشن در واقع لندن شکسته شده و داشتم صحبت میکنم. اوکی، اینجا چه سطحی رو داریم؟ ما یه سطحی رو داریم که اینجا شکل داده، این سطحی بوده که اومده این کف مهم رو برای ما شکسته. بنابراین اینجا یه سطح ماست. کاش که اینطوری نمیشه. بذار من برم تو ستینگش رو درست بکنم اینو. اوکی، ببخشید یکم این مچبندی که بستم چون مچم مقدار درد گرفته واسه کار کردن با موس، کند میکنه کارمو با کار کردن با موس. به هر حال پس ما یه محدوده اینجا مشخص میکنیم، از طرفی نگاه میکنیم میبینیم قیمت توی حرکت روندار داره میاد رو به پایین و این حرکت روندار برای من یه خط روند رو اینجا هم ساخته. آیا قیمت میاد به این خط برخورد کنه بریزه یا نه؟ دلش میخواد بیاد این محدوده رو به بالا بشکنه، مثلا از یه سطوحی مثل اینجا که این هم در واقع مولد بوده برای شکست این سطح بخواد برگرده رو به پایین. خب این سطح خوبیش اینه که تو دل این سطح 4 ساعته هم هست و میتونیم ازش استفاده بکنیم. اما کلا روند ما نزولیه و ما دوباره یه سطح جدید دیگه هم اینجا اضافه شده به چارتمون. بذاریم من برگردم گذشته رو ببینم. اینجا ببینیم ما پشت این سطح، بعد از این سطح ما حرکت های متوالی رو به بالا داشتیم که تو تایم بالاتر مثلا نیم ساعت اینا احتمالاً اینجا FBG ساخته. میبینین اگه بیام توی این تایم، حالا میتونیم این سطح پشت FBG رو هم مشخص کنیم. حالا اگه قیمت عجله داشته باشه برای حرکت کردن رو به بالا، یکی از کارهایی که میتونه بکنه اینه که بیاد خودش رو برسونه به همین سطح پایین و از اینجا یه حرکت رو به بالا داشته باشیم. حالا این حرکت تا کجا میتونه باشه؟ باید یادمون باشه ما اینجا یه سطحی داریم که قیمت میتونه این حرکت رو به بالا داشته باشه و مجدد برگرده رو به پایین. حالا یا این سطح رو بشکنه یا یه بار دیگه برگردونه خودش رو به این سطح و بعد دوباره حرکت کنه رو به پایین. یعنی ما میتونیم امروز یه روز رنج داشته باشیم توی بازار که این رنج به ما نشون میده که ما خیلی نباید انتظارات بزرگی از چارت داشته باشیم. یا قیمت خودشون میرسونه به این سطح، ما اینجا نشونه یا برگشت رو به بالای موقت پیدا میکنیم. اما یادتون باشه دیگه این خط روند رو ما داریم اینجا، این محدوده رو داریم و محدوده بالاترش. بنابراین اگه خواستیم ترید کنیم تی پی امون باید کوتاه مدت باشه. یا قیمت خودش رو برسونه به این سطح، برگردونه خودش رو به این لولی که این بالا براتون مشخص کردم، از اینجا بخوایم در واقع تو دل این حرکت اصلاحی شورت بخوایم بگیریم واسه رسیدن به این محدوده یا محدوده پایین ترش.
این خط هم خط در واقع تبدیل حمایت به مقاومت پرایس اکشن کلاسیکه که میتونه شاید قیمت بخواد نقدینگی اینو بگیره از همین سطح برگرده رو به بالا. اینها رو باید در نظر داشته باشیم برای ترید امروزمون. این مناطقیه که مشخص کردم روی چارت، شما هم میتونید مشخص کنین. برگشتش رو به بالا تو این سطح اگه تاییدیه تو تایم فریم 15 تو تایم فریم 5 دقیقه بهتون تایید داد، میتونید وارد پوزیشن شورت موقت بشید. اگر نه رسید به این سطح، میتونید در این خط روند که میتونه نقدینگی حساب بشه و قیمت بخواد بالای اینا بیاد، از سطح بالاییش مثلا از این لول بیاد اینجا یه شادو به اینجا بزنه، با یه شادو فقط قیمت رو برگردونه پایین. تمام این سناریو رو در نظر داشته باشین که آماده باشین برای ترید کردن روی چارت. حالت بعدی خودش رو برسونه به این سطح، اینجا تاییدیه بگیریم برای رسیدن به این سطح خط روند یا محدود بالاترش. و حالت بعدی هم این که بخواد از این سطحی که اینجا هست، چون این سطح نتونسته کار خاصی رو انجام بده، فقط تو دل روند تشکیل شده، ممکنه بخواد حرکت کنه رو به پایین از این محدوده، یعنی محدوده 1.17 مجدد حرکت رو به بالا انجام بده. به هر حال این حرکت فعلا حرکت اصلاحیه. درسته که یه سطح 4 ساعته برگشته، اما روندش کند و میبینین دیگه با ساخت کانال و شکل به این شکل در واقع داره حرکت میکنه رو به پایین. تمام اینا حالتایی که باید بررسی بکنیم و به عنوان یه تریدر هر سناریویی که اتفاق افتاد با تاییدمون وارد بشیم. بریم سراغ طلا. من در مورد طلا صحبتی که داشتم اینجا توی این لولی که بودیم، گفتم اگر قیمت بخواد ادامه ریزش رو به پایین داشته باشه، من انتظارم اینه که این سطح اول شکسته شه و بعد حرکت ببینیم. خب این اتفاق نیفتاد. حالا باید چی کار بکنم؟ دیروز باید چی کار میکنم و چه اتفاقی برای من افتاد؟ من این حرکت رو به بالا رو هیچ کاری نکردم. چرا؟ به خاطر اینکه این روند رو به بالا روندی بود که در واقع باید می اومد این سطح رو میشکست برای من اول و بعد یه سطح مهمتر این بالا داشتم. من با تفکر کردن به این مطلب که قیمت چندین بار اومده در واقع این سطح رو نتونسته بشکنه، دفعه بعدم نتونسته بشکنه و اومده از پایین هم جمع کرده خودشو، اگر خودشو برسونه به این بالا، این دفعه این شانس رو بهش میدم که این بار بخواد این سطح رو بشکنه. منتظر شدم تا این لول شکسته بشه. بعد از اینکه این لول شکسته شد با این کندل قدرتمند، این ریسک رو کردم که وارد پوزیشن بشم. اینجا اومدم توی تایم فریم 5 دقیقه این سطح رو، وقتی که این حرکت رو دیدم، حرکت بعدی رو به این سمت دیدم، کندل اینجا بسته شد، اومدم بالای این کندل اوردر گذاشتم. به هر حال ما داریم با احتمالات ترید میکنیم دیگه، مطمئن نیستیم که هیچ وقت اتفاق بیفته. اومدم بالای این کندل گذاشتم و استاپم رو گذاشتم این زیر. من معمولا روی طلا 1 تا 1.5 میگیرم و به این شکلی که دارین میبینین این پوزیشن رو به من داد. متاسفانه اینجا دوست داشتم، چون این سطح رو شکسته بود، دوست داشتم که پول بکش رو به این سطح ببینم و مجدد وارد پوزیشن بشم، اما دیگه تایمش خورد به سشن آسیا و من دیگه اون تایم بیدار نبودم. گفتم چون استراتژی منم 1 تا 1.5 هست روی طلا، دیگه بازش نمیذارم پوزیشنم و همونجا میبندم و میبینیم که اتفاقی که تا الان افتاد. حالا بریم ادامه راه رو ببینیم. خب اوکی، تا الان این اتفاق افتاد، حالا چه شکلی رو میتونیم در نظر داشته باشیم؟ روند صعودی خوبیه، اصلاح زمانی اصلاح فوق‌العاده‌ایه و وقتی این اصلاح اتفاق میفته، من این خط روند این زیرم دارم، وقتی این اصلاح اتفاق میفته انتظارم اینه که ما حداقل تا این سقف حرکت داشته باشیم، تا همین محدوده سقفی که اینجا داریم بتونیم حرکت داشته باشیم و بعد از اون هم خب ما ATH رو داریم. پول بکش خیلی قشنگ بوده تو سشن آسیا و حرکتی که تا الان کرده و الان هم که لندنه، باید منتظر بمونیم. اگه شانس بیاریم قیمت یه بار دیگه بخواد خودشو بیاره زیر این سطح، به این محدوده ها برسونه، اینجا دوباره ما پوزیشن لانگ بگیریم. اگر نه خب اینجا دیگه وسط راهه، یعنی شما اگه امروز دارین ترید میکنین باید حواستون باشه من این حرکت رو نبینم فومو بشم و همین الانا بگم آقا این همه کندل زده بالاخره حرکت میکنه، بعد بذاری اصلاحش رو انجام بده. شاید اصلاح طلا معمولا دیدین دیگه تو حرکت های اسپایکی که انجام میده، اصلاح های کوتاهی میتونه بده و مجدد حرکت بکنه. میتونید رو همون اصلاحش
ریسک بکنید، یعنی مثلا این اصلاح رو انجام بده تا پایین و بعد که برگشت بالا یه سوینگی که اینجا خودش ساخته بود رو به بالا شکست با یک کندل قدرتمند، اونجا حتی اگه استاپتون بزرگتر بشه میتونید ریسک کنید، بالاخره مدیریت سرمایه میکنید دیگه، به نسبت استاپی که میذارین مدیریت سرمایه میکنید، با حجمی وارد شید که دغدغه‌ای نداشته باشین برای خوردن استاپش. اینجوری نباشه که حواستون هی بهش پرت بشه، هی بخواین دستکاریش بکنین، زود بپرین درستش بکنین. یه چیزی باشه که ست اند فورگتش بکنین، بذارین و خداحافظی بکنید باش تا زمانی که بهتون تیپی بده. حالت دوم این که خب ما اینجا یه سطح مسلما سطح استاپ کلاسیک هم داریم، اینکه آقا میتونه قیمت خودش رو برسونه به این سطح و از اینجا حرکت کنی. یه خورده این دور از انتظاره، امیدوارم که اینطوری بشه. حالا باید ببینیم، یه وقت میبینی اصلا این سطح نقدینگی اینجا انقدر برای سشن نیویورک جذاب میشه که به شتاب با کندل های پرقدرت رو به پایین حرکت میکنه به این سمت و مجدد از اینجا اون قیمتی که دلش میخواد طلا رو بر میداره و حرکت رو به بالا میکنه. اینا سناریوهایی که باید در نظر بگیریم. ما میتونیم اینجا یک بار ریسک کنیم، نه اینکه هر دفعه اگه اومد استاپ ما رو زد دوباره برگشت رو به بالا، یعنی اگه این کارو کرد دوباره ما وارد پوزیشن بشیم. نه، این کار درستی به نظر نمیرسه. یعنی اینطور نباشه که مثلا بیاد حرکت کنه رو به پایین، اینجا یه سوینگ بسازه، سوینگ رو به بالا بشکنه، ما وارد پوزیشن بشیم، مجدد حرکت کنه رو به پایین، اینجا رو بشکنه و بعد دوباره این سوینگ رو به بالا بشکنه، ما دوباره وارد پوزیشن شیم و دوباره برگرده رو به پایین رو بزنه. اینو باید در نظر داشته باشین که ما تو سشن لندن باید تصمیممون رو بگیریم، یک معامله انجام میدیم، اگر اتفاق نیفتاد صبر میکنیم ببینیم تو نیویورک میخواد نقدینگی سطحی رو بگیره یا نه و بعد اونجاست که در واقع تصمیم درست‌تر رو میتونیم داشته باشیم. من داو جونز رو هم ببینم، در مورد داو جونز هم صحبت بکنم. داره ریزش خوبی اتفاق میفته روی داو جونز. اگر دیروز خاطرتون باشه من در مورد این ناحیه صحبت کردم، قیمت اینجاها بود، گفتم که خیلی خوشگل میشه اگر که وقتی وال استریت باز شد حرکت کنه رو پایین، هم کف این نقدینگی ها رو بگیره و بعد حرکت رو به بالا انجام بده. اما اتفاقی که افتاد این بود که خود سشن نیویورک انقدر اینجا در واقع تجمع خرید و اوردرهای خرید بالا بود که قیمت دیگه حتی برنگشت اصلاحی رو انجام بده و همون رو حرکت کرد رو به بالا و کندل وال استریت هم اومد سطح شکست و رفتن ATH هم زدن. اما امروز چه اتفاقی داره میفته؟ بوی اصلاح از بازار میاد. چه جور اصلاحی؟ حتی اصلاحی که بخواد تا سطح 48185 48260 اتفاق بیفته. یادتون باشه بچه‌ها، داو جونز، سهام داو جونز یا نزدک سهام‌هایی هستن، در واقع میشه گفت نمادهایی هستن که مثل طلا، مثل هر نماد دیگه‌ای باید ماها روش بک تست، فوروارد تست، روی استراتژی خاص خودتون گرفته باشی که بیاید روش کار بکنید. اینطور نیستش که صرفاً فقط چون یک قانون رو بلدین، یه استراتژی رو بلدین، بیاین رو همه نمادها پیادهش بکنید و انتظار داشته باشید که رو همه نمادها بهتون سود بده. به خاطر اینکه هر نمادی رفتار مختص خودش رو داره که ما جدا از اینکه استراتژی و دانش تکنیکال داریم، باید رفتار اون در واقع جفت ارز، اون نماد، اون کامودیتی، اون سهام رو، رفتارش رو هم بشناسیم، بدونیم تو حالتهای مختلف چه رفتاری ازش سر میزنه و اونطوری باشه که اونو تلفیق کنیم در کنار استراتژی و دانش تکنیکالمون ازش استفاده بکنیم. این نظر منه، میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه. نظر شما چیه؟ شما فکر میکنی که آیا میشه رو همه نمادها ترید کرد یا نه؟ نظرتو برام بنویس. فکر میکنی که کدوم درسته؟ نمیدونم. این از تحلیل بازار. یه خورده طولانی شد به خاطر اینکه باید هم دیروز رو توضیح میدادم، همین که تفکرم نسبت به امروز چیه و شاید برادرانه میخواستم یه خورده صحبتم براتون بکنم که اگه تجربه کمتری از ترید دارین به حرف این پیرمرد گوش بکنین و سعی کنین کمتر خطا بکنین. این از تحلیل امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد ممنون میشم لایک بکنید ویدیو رو. لایک کردن شما به من امید میده که دارم راهمو درست میرم، اگرچه که من راه رو حالا ها قراره ادامه بدم
اما خب تا هر مسیری که دارم میرم جلو، هر جاش که همراهی به هم اضافه بشه باعث خوشحالی منه، چرا که نه. دمتون گرم بچه ها، دمتون گرم. امیدوارم که بازار به کامتون باشه، پرسود باشید. اگرم احیانا ضرری کردین، طبق استراتژیتون باشه که بتونین ازش درس بگیرید. این راه طولانی و سختیه و تریدر همیشه تنهاست، همیشه تنهاست. دمتون گرم، روزتون بخیر بچه ها، خدا نگهدارتون.